من در نمیزنم میام با لگد خیلی خوش شانفه میکنه رفتم من میگه زن. امروز میخوام ببرمتون مدرسه مناطق محروم رو نشونتون بدم. ساده ترش رو بخوام به شما بگم، امروز میخوام شما رو ببرم مدرسه‌مون. اینجا رو میبینی آقای رنگو، اینجا مدرسه ماست. بچه‌های اینجا با والیبال ما رو سوراخ کردن. اینم رفیقمه که نقشه های پلیت میکشه. اولین نقشه‌اش این بود که تخته هوشمند رو روشن کنیم و برینیم توش. خداوند انشالله همه ما رو آدم کن. اما چون ارزش تخته هوشمند از خودمون بالاتر بود، این ریسک رو نپذیرفت. نقشه دومش این بود که میخواست با آب مست کنه. نقشه هاشم مثل خودش کیک. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. بعدش هم دشت کردیم و مراسم غیبت را آغاز کردیم که خدازد تو کمرمون ناظم اومد گفت که برید کناره در بایستید بچه‌ها از مدرسه فرار نکنن. مثل کاراگاه گجه همه کلاسا رو میگشتیم و دیوارا لیست اکس من اکس هاشون بود و به اندازه تار موهام شکست عشقی خورده بودن. نوکرتم یا علی.